Hello everyone, how are you? سلام، حالتون چطوره؟ Unit 5 using idioms accurately. خب این درس میخواد به ما بگه که در واقع جورایی میخواد awareness ما رو نسبت به ایدیم ها بالا ببره و بگه که شما اجازه ندارید ایدیم ها رو کم و زیاد کنید، کلمه ای رو جابجا کنید، چیزی رو بردارید یا حتی جابجا استفادهش کنید. مثل چی؟ بریم چند تا از مثالاشو ببینیم. نگاه کنید. اولین قسمت part A getting the keywords right. Getting the keywords right. کلمات کلیدی رو درست استفاده کنید. مثلا we have this idiom شاید هم شنیده باشید، قبلا نمیدونم. The tip of the iceberg. The tip of the iceberg. You say that rising unemployment figures are just the tip of the iceberg. خب مثل آیسبرگ یا کوه یخ که یک قسمت کوچکیش فقط قابل دیدنه، روی آب بقیهش زیر آبه. When a problem is the tip of the iceberg means a small part of a much bigger problem you can see. مثلا مثل این میگه این در واقع آمار بیکاری رو به افزایش فقط یه قسمتی از مشکل بزرگتره. حالا یه وقتی نیاییم به جای تیپ از کلمه تاپ استفاده کنیم. درسته معناهاشون اینجا یکیه، کلمه تیپ و تاپ تقریباً به یک چیزی اشاره میکنن، اما ایدیممون the tip of the iceberg هست، اجازه جابجایی نداره. یا حالا اینور ما from the cradle to the grave رو داریم. From the cradle to the grave، ببینید from the cradle to the grave، از گهواره تا گور که ما هم داریم. حالا معناش چیه؟ میگه که from birth to death، همونطوری که گفتم. مثل این you say that the state is responsible for its citizens' welfare from the cradle to the grave. پس از گهواره تا گور مسئولشه، مسئول رفاه و بقیه مسائل شده. حالا میگه وقتی نگید که خب گریو و کافن یا تابوت میتونه یک کانوتیشن رو برسونه، پس به جای گریو استفاده کنم از کافن. نه، ایدیم اینه و نمیتونم تغییرش بدم. یا حالا اینجا چیز دیگه ای داریم every Tom, Dick and Harry or every Tom, Dick or Harry. هر ننه قمری به اصطلاح. میگه یه وقتی نید بگید که every Tom and Jerry because of that animation. حالا معنیش هم خودش گفته دیگه. If you want to talk about people that you do not know or that you do not think are important, you can say every Tom, Dick and Harry. مثلا مثل این مثال every Tom, Dick and Harry could do that job. هر ننه قمری میتونه اون کار رو انجام بده. پس تغییر توی اسمها، توی کلمات ندیم. یا چیزی مثل این out of your own pocket. out of اینجا معنی from یا از میده دیگه. out of your own pocket، از جیب خودتون. if you pay for something yourself you pay for it out of your own pocket. نگیم out of your own wallet. درسته wallet، اینم نگیم wallet ها، من خیلی میشنوم wallet تلفظش هست. درسته wallet و پاکت یه جورایی میتونه یک معنا رو برسونه، ولی ایدیم ما out of your own pocket. مثلا I bought a phone, an expensive phone for myself out of my own pocket. از جیب خودم خریدم. یا bear، همون خرس. like a bear with a sore head. like a bear with a sore head. If someone is in a bad mood, you can say they are like a bear with a sore head. مثلا مثل این You are like a bear with a sore head this morning. What's wrong with you? میگن طرف عذرخواهی میکنم پاچه میگیره. این همونه. To be in a bad mood that causes you to treat people badly or complain a lot. حالا توی امریکن به جای to be like a bear with a sore head از چیز هم استفاده میکنن، میگن که he or she is like a bear یا he or she is like a real bear. پس میتونید توی امریکن حالت ساده‌ترش هم از این استفاده کنید، ولی فقط اون حالتایی که خود دیکشنری اپروو میکنه و به شما اجازه میده. بعدیش the good old days هست که احتمالا خیلی شنیدید، یادمون باشه این دش باید استفاده کنیم. خودش گفته when you remember the past nostalgically you can talk about the good old days. یاد قدیما به خیر. نگیم the good old time. the good old days این حالا فیکسته. یا
اینم خیلی استفاده میشه. Days are numbered to say that someone or something will not exist for much longer. میگن نفسهای آخرشه، به شمارش افتاده. I suppose her days are numbered. فکر میکنم داره نفسهای آخرشو میکشه. I guess here we have when you say their days are counted. حالا این شاید number و count معناشون شبیه هم باشه اما نمیتونید استفاده کنید. باز دوباره البته میتونید این numbers یا someone's days are numbered رو میتونید از چیز هم استفاده کنید برای یک سیستم. I guess the days of the system are numbered. یعنی روزهاش دیگه به شماره افتاد، نفس آخرش رو داره میکشه. یا نکته بعدی ما clip someone's wings داریم، بال کسی رو چیدن. I suppose when I was a kid my dad clipped my wings. پدرم بالامو چید. میگه وقتی درست کلیپ اینجا معنی کات میده ولی نمیتونید جای همدیگه استفادهش کنید. اینجا هم تصویرش آورده I suppose it's a dog and این اردک رو دارن بالاشو میچینن. حالا همون معنی که من گفتم و اینجا هم اشاره کرده. To talk about limiting someone's freedom you can use the idiom to clip someone's wings. یعنی بال کسی رو چیدن، همون که گفتم. حالا این مثلا به شما دادم. این از این. حالا getting the details right میگه بریم سراغ جزئیات ایدیم ها. یعنی چی؟ مثلا مثل این میگه you must not add articles where they are not needed. نمیتونید از خودتون article اضافه کنید. میدونید که این English grammar ما 3 تا article داریم a and the. میگه توی ایدیم ها از خودتون نمیتونید a و and و the اضافه کنید. مثلا مثل این میگه someone has a spirit of adventure. Someone has a spirit of adventure. It means that person has enthusiasm for adventurous activities. در واقع روحیه ماجراجویی داره. پس یه وقتی نیان به جای spirit of adventure بگیم spirit of an adventure. اجازه ندارم. بابا یه او ان میفهمن. آره ولی غلطه. این حرفم خیلی میشنوم. یا you must not leave out articles either. نمیتونید از خودتون article رو حذف کنید. مثلا fashion can be described as up to the minute. Up to the minute means new, means modern. نمیتونید دش رو حذف کنید بگید up to minute. Fashion can be described as up to the minute یا new or modern. اینم از این قسمت. یا میتونید بگید که مثلا up to the minute fashion. میتونید قبل از ناونم بیارینش. یا take care with prepositions to. به حرف اضافه ها هم دقت کنیم. اینجا ما be at a loss for words داریم. be at a loss for words. ببینید at a loss for words. When you are at a loss for words you don't know what to say. When she asked me out for the first time I was at a loss for words. وقتی دعوتم کرد نمیدونستم چی بگم. مثلا انگار زبانم قفل شده بود. حالا چی میگه؟ میگه این وقتی فور هست وقتی نهید آب استفاده کنید. حالا یه وقتی اکسیدنتلی اتفاق میفته، یه وقتایی هم نه خودم تغییرش بدم که نباید این کار انجام بدم. پس چیز درسی که از اینجا میگیریم اینه که وقتی ایدیم رو یاد میگیرم مثل این زیر تک تک کلماش خط بکشید، هایلایت کنید، دقت کنید به تک تک، حتی به در واقع یک آرتیکل مثل ا. یا اینجا در واقع گفته که make sure you also use singular and plural forms correctly. For example, you talk about a couple tying the knot. ببینید این بذارید اینجا. بله این tie the knot که اینجا اومده در واقع این تای همینه دیگه، چون ای آخرش هست وقتی ing گرفته این شکلی شده y داریم. tie the knot means get married. ازدواج کردن. ایدیوماتیکه دیگه. پس when two people or a couple when they tie the knot it means they get married. میگه حواستون باشه وقتی نگید که چون یه کاپلن دو نفرم بگم tie the knots. نه tie the knot singular. بعد word order هم مال بهش تاکید کرده، یعنی گفته مثلا ما you can be sick and tired of نه tired and sick of. sick and tired of دیدید میگید مثلا I'm sick and tired of my life. دیگه حالم از زندگی به هم میخوره. این همونه. angry and bored. You're really tired of someone or something. You're sick of someone or something. You say I'm sick and tired of. اوردرش مهمه. پس اومد در رابطه با آرتیکل ها گفت حذف و اضافه نکنیم.
پرپوزیشن حواسمون بهشون باشه. سینگل پلورال ها همینطور، اوردر ها هم مهمه. همه چیز برای بار هزارم بگم فیکسد هست. و این آخر یه لنگویج هلپ جالبی هم داره. Translating idioms word for word can cause problems. قبلا هم گفتم اگر بیایم EDM ها رو کلمه به کلمه ترجمه کنیم یک اشتباه بزرگه، ما رو تو دردسر میندازه. For example به این EDM نگاه کنید. Make a mountain out of a molehill. Make a mountain out of a molehill. یعنی شما از کاه کوه میسازید. I guess you're just making a mountain out of a molehill. It's not a big deal. فکر کنم داری از کاه کوه میسازی، چیز عجیب بزرگی نیست. Make a small difficulty seem like a serious problem. ترجمه نکنید توی زبان خودتون بعد بگید که مثلا خب بگید make an elephant out of a mouse. هر چیزی درست نیست، برای بقیه قابل فهم نیست. این قبلا هم گفته دیگه، به عنوان یک گروپ، یک اکسپرشن یا در واقع یک فیکسد فریز باش رفتار میکنیم. گروهی میان، گروهی میرن. فیکسد هم هستن، زورشون زیاده، نمیتونیم بهشون دست بزنیم. خب مرسی که با من بودید. این از درس 5. تمریناش حتما انجام بدید، جوابارم چک کنید. And if you have any questions, you know where to find me. Take care, have fun and goodbye.